بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحلیم خادمی هستم، یک تن شاگردان اجتماعی نهاد جوانان پیشگام. به نظر شما انتخابات 2014 به خوبی سپری خواهد شد؟ او چیزیه که ما و شما پیش خود پیش بینی کرده نمیزنیم. یکی علم غیب کسی پیش خود گفته نمیتونه، او تیر از الله پاک. او چیزیه که اگر یقین داریم که دست خارجی ها و این کشورهای مخالف ما و شما نباشه، انشالله 100% خوب شد. چی فکر میکنید؟ آیا رئیس جمهور آینده میتواند خواسته های ما را برآورده کند؟ رئیس جمهور آینده اگر در واقع با احکام جاری قرآن و حدیث پیش بره، بله، چون که احکام نافذ قرآن به کتاب الهی هست. اگر اجوی همین طبق پیش بره، میتونه که هر حکم، هر خواسته که ما و شما داشته باشیم رو برآورده کنه. در غیر از او شاید. آیا شما کارت رایده‌ای گرفتید؟ کارت نه. چرا؟ چون که اگر راست بپرسیم، پیشتر استاد ما همین نظر خود دادن که فعلا همین جرأت کسی بخون نمیبینه که برای کارت بگیرن. حتی فعلا مراکزی هست که اونا کارت گرفتن از طرف مخالفین دولت، اونا زیر تهدید قرار گرفتن. اولین ترس مردم افغانستان فعلا بالخصوص از دهات همینه، چون که نمیتونن، ترس دارن، جرأت زیاد ندارن که برن خود کارت رای. آینده افغانستان را چی پیش بینی میکنید؟ آینده افغانستان فعلا طوری که ما و شما شاهدی میبینیم به فساد اداری اول شده. اگر تا ما خود اصلاح نکنیم، به فکر اصلاح خود نباشیم، هیچ وقت فکر نمیکنم که حتی به مقام چهارم پنجم هم قرار بگیریم. انتخابات یعنی چی؟ انتخابات عبارت از اینه که ما و شما یک کلونی با خود محمول میکنیم، یعنی یک شخص تعیین میکنیم که او بتونه تمام مرام و مقصد خود طبق همین لایه‌ای که داره پیش بره. تا ما و شما انتخاب نداشته باشیم، هیچ وقت فکر نکنم که به مقصد و مرام خودمون برسیم. به نظر شما نیروهای امنیتی میتوانند در وقت انتخابات امنیت را خوب بگیرند؟ رقمی که ما و شما میبینیم فعلا نیروهای امنیتی افغانستان واقعیت خوب درخشیدن. به هر جا فعلا تامین امنیت افغانستان خود را گرفتن و حتی آمریکا از به هر ثانیه که ما و شما میبینیم ثانیه جنگ، فعلا نیروی امنیتی خود ما و شما جلو. بعد از به مقام سوم چهارم نیروهای امنیتی آمریکا بعد دوست پیله که اینا برفتن جنگ تصفیه کردن. بعد آیا مردم ما میتوانند به خوبی به پای صندوق‌های رای برند و کاندید مورد نظر؟ مقصد فعلا از ما و شما همه امنیت. اگر امنیت تامین کنن امکان داره که برم، ولی باز ما و شما گفته نمیتونیم که 100% حتما همه مردم میرن. شاید امکان داره 50%، 60% به جای ولایتایی که امنیت باشه بره، ولی دهات 100% گفته نمیتونن.